وقتی که خود قرآن عظیم الشان می فرماید که آسان است، کل دنیا بگوید که مشکل است، ما گپ دنیا را قبول نمی کنیم، گپ قرآن را قبول می کنیم. اگر یک بار ای فرموده می آمد هم ما به ایمان داشتیم، لیکن 4 بار به این تاکید که گفته میشه که آسان است. بعضم اگر کسی بگوید که مشکل است، مشکل در خود او است، مشکل در قرآن نیست، یا مشکل در او متد است که به اساس او تدریس میشه، او باید مراجعه شود. وگرنه سخن قرآن عظیم الشان خو کلام الله است، دو کسی شک کرده نمیتونه. ولقد یسرنا القرآن للذکر. باز موضوع ای است که مردم میگویند که این خو به ذکر به پند و نصیحت آسان است، لیکن علماء را فرموده که ذکر چند معنی داره. 2 معنی عام ذکر، یک یاد گرفتن قرآن عظیم الشان و دوم از او پند و نصیحت گرفتن. ما به شما یک مثال بسیار ساده تقدیم میکنیم که الحمدلله در کشور ما و شما چقدر حفاظ داریم، زبانای مختلف داره. در او تاجک هستن، ازبک هستن، ایماق هستن، بلوچ هستن، پشیا هستن، پشتون هستن، باچی مختلف. در هر قوم و قبیله حفاظ موجود است. اگر شما یک کتاب غیر از قرآن کریم به این حجم، به اونا بطن و از اونا بخواین که را حفظ کنه، مثلا کتاب زبان ترکی به این حجم 30 پاره، او میتونه که حفظ کنه؟ نمیتونه، بالکل از ناممکنات است.